بلند شو بیدم. اوه این آمعلمه؟ نه بابا فکر کنم برادرشه. کدامتان بودی زدی تو سرم؟ گوشتل خواهی ناشیرین اینجا چه کار میکنید شما؟ ما اینجا خدمت میکنیم، تو اینجا چی کار میکنی؟ بابا من خیلی سرباز معلم بودم. بعد از اون اتفاقی که تو جنگل برام افتاد و ولم کردید اونجا، آمدن گرفتن آوردن تو پادگان، گفتن ادامه خدمتت باید اینجا انجام بدی. نگید که اینجا سربازی شما اینجا چه غلطی میکنید؟ ما اومدیم هواخوری. زر میزنه، هی خودش عاشق شده، ما هم چشونده آورده خدمت. عشق اگه عشق باشه، عشق سهله، تا اردوگان پادگان هم میبره، تا اردوگان دشمن هم خودت هم بعدا میفهمی من چی گفتم. معلم اینا رو ول کن، الان شما اینجا معلم حساب میشی؟ نه بابا آشغور شده بابا. آشغور که نه، من پای خدمتیم از شما خیلی سنگین تره. آقا به پایه نیست که، به چیه؟ به جیگره. که اونم تو نداری آقا. اینجا چی کار میکنی؟ اینجا قفسه بندی وکیلی و کار میکنم. من بهت نگفتم من خونه بیرون نیا؟ شما؟ چیز نه، میام اینجا چی میفروشین؟ اینجا قفسه‌های صنعتی استوک به قیمت 1 دهم میفروشیم. نه بابا 1 دهم اقساط هم دارین؟ آره اقساط 2 ماهه داریم. اینجا جاده صاحب یه اقساط دارین دیگه، مطمئن. بله. چیز شماره تو بهم میدی من زنگ بزنم؟ 0912 1700 1800. 2 تا خطم داری؟ آره من شب بهت زنگ میزنم. واسه شرکته. بفرما آقا. ببخش. به فرمان من تا 3 میشمرم، همه باید آماده بیرون باشن. خشم شبه. بشمار. اینجا خونه خاله نیست. اومدین اینجا که مرد چین. شما موظفین هر موقع که من خواستم تو هر شرایطی با 3 شماره بیاین بیرون. از شما گنده ترش آدم کردم. من غلط کردم اومدم خدمت. من اصلا نمیخوام زن بشم، میخوام برم خونه. کی بود؟ میگم کی بود؟ یا میگین کی بود یا باید کل گروهان تا صبح دور پادگان و سینه خیز بریم. من با کسی شوخی ندارم. آقا من بودم. تو بودی؟ دور پادگان رو باید سینه خیز بری. تا من نگفتم نباید وایسی. آشمهد این بچه خیلی لات ناموسن. من با این خیلی حال کردم. آره واقعا. آقا ما هم میخوایم سینه خیز بریم. ما هم میریم. ما هم میریم. من داداش با حرکتت خیلی حال کردم. دمت گرم. صبرم کنم. بلنشین برپا، صبح شده. با شما مگه نمیشنوین؟ تو چه شده؟ تو خشم شب دیشب یکی با چوب زد تو پام قربان. این حرفا من حالیم نمیشه. بمیری هم باید بلنشین. زود باش. ساعت ما که هنوز زنگ نزده آقا. اشکال نداره طاهری جان، تو هر موقع ساعتت زنگ زد بلنشین. کادری ما یه دونه است، فقط واسه نمونه. سیندرلا از این به بعد باید عادت کنی با صدای استوار بیدار شی، نه صدای زنجت. سرباز مگه کری؟ چرا هنوز خوابیدی؟ باشو. اینو باید با بوس بیدار کنی. بوس موند خونه مادرتون. برش ببینم. با کسی نیست اینو ساکت کنه. خوابیدیم ما. این اگه ساکت میشد الان هممون خواب بودیم. تا 3 میشمرم. بیدار شدی. بیدار نشدی با گلوله بیدارت میکنم. 1 2
بچه پایین باخ نمیده. بچه بالا هم باخ نمیده. آخه موش بخوره تو رو بچه بالا. چرا موش بخوره؟ خودم میخورمه. سریع بخچین بیرون. درست نبارو. آجین کجا داره میره؟ فکر کنم دیشب خواب جدول دیده. انقدر جدول حل کرده خورده به جدول. بعد دستش هم صابون گل نرود، میخواد چیکار کنه؟ میره همون دیگه. آها. داداش من با یه دونه سیر نمیشم که. ماشی تو همشم بخوری سیر نمیشی. اینجا خونه خاله نیست، هرچی بدم بهت باید بخوری. یه غذای بدید به من دستشویم نگیره. حرکت کن دستجوری به غذا چه رفت داره. وا بازم تخم مرغی چه آقا. من 2-3 تا تقدیم برام برم نمیتونن شبا بخوابن. بده ابی نداره. ولی من نمیدونم چرا هرچی میخورم کبیرم، اصلا خشکم یه جوریم. عوارض ارتباطت با گلوجی ها به خاطر اونه. بس برو بگی برو. آقا ما الان تخم مرغ دوست نداریم چیکار باید بکنیم؟ خوری خوشت میاد. میدونی چیه بالا میستر؟ گنجشکا وقتی دارن دونه میخورن سرشونو صاف بالا نگه میدارن. میدونی دلیلش چیه؟ واسه اینکه شکار نشن. من راجع به گنجش دارم با تو صحبت نمیکنم. این موضوع رو سردر پادگان بزن، هر روز باید ببینی، هر روز. گوشت تلخ هم میشناسمشان، دارن ادا در میارن. اینا تو خانه‌شون هم هیچ وقت جو چیزی بهش ندیدن. آقا معلم زشت آبروداری کن بابا. نم یک شوره. چه فرقی میکنه؟ تو خودت هم بعداً میفهمی من چرا گفتم اونو بده. این یکی مغلش ناقصه. من شرمنده یه دونه دیگه میشه به من بدی؟ نه. باشه بابا. امروز میخوام شما رو با مفاهیم اولیه سربازی آشنا کنم. بگیم ببینم کی میتونه بگه که سرباز کیست؟ آقا اجازه موجودی است دو پاچه از تخم مرغ و کافور تغذیه میکنه. باشی سعیزت ببینم. بگیم ببینم تو شما کسی هست که اعضای خانواده‌اش نظامی بوده باشه یا الان هست؟ آما پدرمون نظامی بود. آفرین. تو چه رسته ای؟ رستشو والله نمیدونم ولی میدونم سرباز فراری بود. بگیرت من. کی میتونه یه نظامی معروف و نام ببره؟ نظامی گنجوی. کشنده ترین سلاح انفرادی چیه؟ بوی جوراب حمید شربتی. سلام آقا. سلام. پوکه داری فشنگ داری چی داری؟ پوکه میخوام. تو از سگولت دارم. دوتا بسه؟ عالیه آقا. بگی. برو. ساکت؟ مگه اینجا خونه خاله است؟ نه خونه شوهر خاله است. با شمارش من گروهان برپا بشینن. آقا ببخش. برپا بشینن. بفرما بابا بزرگتری بشین داداش بشین. شما بیشورا رو کی را داده اینجا؟ آقا من بشین باشو میرم دستشویم میگیره. ببین پر شد. بیا برو. خب چند تا سوال میپرسم جواب دادین ندادین تا فردا صبح باید بشین باشو بریم. بهترین راه تخریب دشمن چیه؟ با لفظ آقا ما هر کی پر رو بازی در بیاره با لفظ خرابش میکنیم. بشین تو. خب بگیم ببینم زمان حمله دشمن امن‌ترین جا کجاست؟ فاصله بین بازوان یار هرچی هم نرسه بهتره. نمکتون. بگی بهت من. بگیم ببینم شب عملیات چه شبیه؟ شب جمعه است آقا. کی اینو بهت گفته؟ بابام. کی میتونه بگه یه جنگنده چند پا میتونه بالا بره؟ ببین بالا میستر، اگه پرواز شب و جمعه باشه بالای 10 میلیون پا میره بالا. اینو 2 بار گوش کن چون من راجع به جنگنده صحبت نکردم. بگیم ببینم عقب نشینی تاکتیکی یعنی چی؟ بگو دیگه، فقط بلد بودی تو مدرسه دهن ما رو سرویس کنی؟ بابا این چه لات کوچه خلوته هه؟ بگو دیگه آقا معلم بگو. آقا من خجالتم رو به دیوار یعنی گلاب به روتان. همین گو خوردم خود مانوری به زبان نظامی.
وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فست دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی پلی کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا حله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر